مصدق از جمله افرادی بود که بدون ادعا کاری را که به وی سپرده میشد به نحو احسنت به انجام میرساند و صدایش به اعتراض بالا نمیرفت مگر در جایی که آسیبی را متوجه مردم و مملکت میدانست. این گونه افراد معمولا با بازخورد مناسبی از سمت اطرافیان مواجه نمیشوند و همیشه با مشکلات دست به گریبانند. حالا با من همراه باشید تا بخش اول زندگی این مرد بزرگ رو بررسی کنیم. محمد مصدق در 26 خرداد 1261 در تهران و در خانواده‌ای اشرافی به دنیا آمد. اشرافی از این جهت که پدرش میرزا هدایت الله وزیر دفتر ناصرالدین شاه از نوادگان میرزا محسن آشتیانی و اطرافیان میرزا تقی‌خان امیرکبیر بود و مادرش ملک‌تاج خانم نجم السلطنه دختر شاهزاده فیروز میرزا نصرت‌الدوله و نوه عباس میرزای ولیعهد بود. جالب است که خودش نیز این روال را ادامه داد و در 19 سالگی با دختر زین العابدین تهرانی سومین امام جمعه تهران و شمس السلطنه نوه ناصرالدین شاه ازدواج کرد. او برای اولین بار در 9 سالگی به یک سمت رسمی دست پیدا کرد که مصوفیگری بود و 1 سال بعد که پدرش از دنیا رفت ناصرالدین شاه اون رو به استیفای خراسان رسوند و تمام امور مالی ایالات و ولایات آن خطه را در اختیار اون قرار داد. مدتی بعد و در سال 1273 ولیعهد آن زمان قاجار مظفرالدین میرزا که فرمانروای آذربایجان و مقیم اون منطقه بود به تهران سفر کرد و چند ماهی رو در منزل داماد خودش عبدالحسین میرزا فرمانفرما که دایی مصدق بود ساکن شد. در همین سفر بود که نجم السلطنه با فضل الله خان وکیل الملک منشیباشی ولیعهد ازدواج کرد و به همین علت به همراه محمد و شوهر جدیدش به تبریز نقل مکان کرد. اما دوباره در سال 1275 با کشته شدن ناصرالدین شاه و تاجگذاری مظفرالدین میرزا به همراه تمامی افرادی که در تبریز در خدمت شاه بودند به تهران برگشت. حادثه دیگری که در همین بین رخ داد توطئه عبدالحسین فرمانفرما بر علیه علی اصغر خان عطابک بود. در نتیجه این اقدام عطابک اعظم برای مدتی کنار گذاشته شد و وزرای داخله، جنگ، خارجه و مالیه امور را در دست گرفتند. در همین میان وکیل الملک که منشی مخصوص شاه بود توانست فرمان استیفای خراسان را به نام میرزا محمد خان مصدق السلطنه از شاه بگیره. مصدق مدت این سمت را به عهده داشت اما با گذشت زمان و علاقه شخصی اون به تحصیل مجبور شد از دولت استعفا بده زیرا مستخدمان دولت اجازه تحصیل نداشتند. اما خودش در خاطرات شخصیش دلیل دیگری رو نیز عنوان میکنه. چون تبلیغات علیه مصوفیان روز به روز بیشتر میشد من خود را از جریه آنان خارج نمودم و علت فراوانی تبلیغات این بود که بعد از مشروطه این اندیشه در جامعه قوت گرفت که تجدید رژیم مستلزم تشکیلات نو است. کارمندان پیشین باید از کار خارج شوند و جای خود را به چهره‌های جدید بسپارند. پس از صدور فرمان مشروطیت مصدق می‌خواست که از سوی طبقه اعیان اصفهان و به نمایندگی آنها وارد مجلس بشه زیرا همسرش در اون شهر صاحب ملک بود. اما اونطور که خودش در خاطراتش می‌نویسه به دلیل نرسیدن به سن قانونی نتوانست به این هدف دست پیدا کنه. پس از این ماجرا و روی کار آمدن محمد علی شاه پس از مرگ پدرش مظفرالدین شاه در سال 1285 شاه جدید به دلیل اختلافی که با مجلس شورای ملی پیدا کرده بود مجلسی به نام شورای کبرای دولتی رو به وجود آورد تا به طریقی جایگزین شورای ملی بشه. اما از توصیفات احمد کسروی این چنین برداشت میشه که در آن مجلس جز گفتگوهای بیهوده به میان نمی آمده و باشندگان بیش از همه به خودفروشی و برتری جویی به یکدیگر می پرداختند. مصدق توانست توسط برادر ناتنیش حشمت الدوله والاتبار به عنوان یکی از اعضای طبقه اعیان و اشراف به عضویت این شورا در بیاد. اما این کاری نبود که باب میلش باشه زیرا اون در واقع مشروطه خواه بود و حتی در جلسه‌ای که با محمد علی شاه درباره ایجاد ارتباط با سید عبدالله بهبهانی داشت مستقیما گفت شاه را با ایشان چه حاجت است؟ ایشان هر چه دارند از همراهی و مساعدتی است که با آزادی خواهان می‌نمایند. شاه هم همین رویه را اختیار کنند و با مشروطیت مخالفت نفرمایند تا دکان سیاسی آقا تخته شود، آقا و اصحابش همگی منتبع شاه شوند. پس از این جلسه بود که حشمت الدوله برای او گذرنامه گرفت و برادرش را برای ادامه تحصیل به اروپا فرستاد. محمد مصدق در سال 1287 خورشیدی برای ادامه تحصیل به فرانسه رفت و پس از دریافت پایان تحصیل خود در رشته علوم مالیه از مدرسه علوم سیاسی پاریس به سوئیس رفت و توانست لیسانس و دکترای خودش در رشته حقوق را از دانشگاه نوشاتل بگیره. مصدق اولین ایرانی که در رشته حقوق دارای مدرک دکتراست. اون همچنین از کشور سوئیس درخواست تابعیت داشت که جریان را به شرح زیر در خاطرات خودش بیان کرده.
من در تمام مدت اقامتم همه روزه تا ظهر به کارآموزی مشغول بودم و عصرها هم با یکی از دانشجویان هم دوره خود به ترجمه تز اشتغال داشتم. مدت کارآموزی 6 ماه بود و من 9 ماه در آن دارالوکاله کار کردم و در عالی‌ترین دادگاه نوشاتل در محاکمه‌ای شرکت نمودم و تصدیقنامه وکالت خود را به شرط تابعیت سوئیس از آن دادگاه گرفتم. نظر به اینکه تحصیل تابعیت سوئیس مستلزم ترک تابعیت اصلی نیست و هر واجد شرطی بدون از دست دادن تابعیت اصلی میتواند آن را تحصیل کند و شرط تحصیل تابعیت هم این بود که درخواست کننده مدت 3 سال در سوئیس اقامت کرده و در محل اقامت سابقه بد نداشته باشد. از شهربانی نوشاتل تصدیق گرفتم و آن را به ضمیمه درخواست خود به دولت مرکزی سوئیس فرستادم که مورد قبول واقع شد، اما توقفم در تمام مدت جنگ در ایران سبب شد که کارم ناتمام بماند و به واسطه پیش آمد جنگ عده زیادی از ملل مختلف از آن دولت درخواست تابعیت کنند و دولت نیز برای احتراز از هر گونه مشکلات مدت اقامت را که یکی از شرایط قانون سابق بود به 10 سال افزایش دهد تا کمتر بتوانند درخواست تابعیت بنمایند. و چون مدت اقامت من در سوئیس بیش از 4 سال نبود مشمول مقررات قانون جدید نگردیدم. مصدق که در آغاز جنگ جهانی اول به ایران بازگشته بود به عضویت حزب دموکرات درآمد و سپس از طرف مجلس سوم به عضویت کمیسیون تطبیق حوالجات انتخاب شد. او به مدت 14 ماه مسئولیت را به عهده گرفت، 14 ماهی که به گفته خودش برای او چیزی جز یأس به همراه نداشت. بنده 14 ماه در وزارت مالیه خدمت کردم، یعنی آن وقتی که این وزارتخانه دیناری کمک خرجی نداشت. با آن تجربیاتی که بنده داشتم به هر ترتیبی بود مخارج مملکتی و عایداتش را میزان نمودم و مخارج از عایدات میگذشت. بعد از آن مدت خدمت بنده با یک یأسی فوق‌العاده کنار رفتم. منشأ این یأس اختلاف شدید او با مشارالملک وزیر کابینه سمسام السلطنه بود، زیرا او با تحت الحمایه بریتانیا شدن ایران مخالف بود و در نتیجه برای بار دوم به سوئیس رفت. با سقوط کابینه وثوق الدوله و منتفی شدن قرارداد 1919 پاریس، میرزا حسن خان مشیرالدوله که خودش نیز حقوقدان و مؤسس مدرسه علوم سیاسی بود و حالا به نخست وزیری انتخاب شده بود، در تلگرافی از مصدق خواست که برای به عهده گرفتن پست وزارت عدلیه به ایران بازگردد. مصدق پذیرفت و هنگامی که در راه بازگشت از بندر بوشهر به تهران از شیراز می‌گذشت، بنا به درخواست محترمین فارس به والیگری آن خطه منصوب شد. مصدق در فارس اقدامات موثری را به انجام رساند، از مجازات اشراری که به کاروان ارفع‌الدوله نماینده ایران در جامعه ملل حمله کرده بودند گرفته تا دوباره روی کار آوردن غضنفرالسلطنه برازجانی و محدود کردن پلیس جنوب که به انگلیس وابسته بود گرفته تا منع دریافت هر گونه مالی از مردم عادی. برای اینکه بیشتر با سرگذشته این مرد آشنا بشیم لطفاً ویدیو رو لایک کنید و در ادامه با من همراه باشید. برای اینکه ادامه جریان رو بهتر متوجه بشیم یه توضیح کوچیک از کودتای 3 اسفند خالی از لطف نیست. این جریان کودتای نظامی بود که علیه کابینه رئیس الوزراء ایران سپهدار اعظم فتح‌الله اکبر اجرا شد. این کودتا توسط رضاخان میرپنج فرمانده یگان پیاده غزا قاطریاد همدان و سید ضیاءالدین طباطبایی و با مشارکت نظامیان بریتانیایی به رهبری ژنرال ادموند آیرونساید انجام شد. در نتیجه مذاکرات و هماهنگی‌های به عمل اومده بین سید ضیا و رضاخان در روز 3 اسفند قوای قزاق وارد تهران شده و ادارات دولتی و مراکز نظامی را تحت فرمان خود کردند. نزدیک به 100 تن از فعالان سیاسی و رجال سرشناس بازداشت و زندانی شدند. احمد شاه قاجار و محمد حسن میرزا ولیعهد به کاخ فره‌آباد گریختند و سپهدار رشتی نخست وزیر به سفارت انگلستان در تهران پناهنده شد. نتیجه کودتا رئیس الوزرایی سید ضیاءالدین و وزیر جنگ شدن ماژور مسعود خان کیهان بود که البته با جدا شدن اون از کودتا این سمت به خود رضاخان رسید. حالا ادامه ماجرای مصدق. پس از پخش خبر کودتا مصدق علیرغم اینکه از طرف سید طباطبایی به اتحاد دعوت شده بود دولت جدید را به رسمیت نشناخت و از سمت خود نیز استعفا کرد. او به هیچ کدام از تلگرام‌های طباطبایی پاسخ نداد تا بالاخره در فروردین 1300 به او دستور دادند که فارس رو به قوام الملک تحویل بده و فوراً به تهران بره، اما اون از بیم کودتاچیان و با دعوت سردار محتشم که صراحتاً به وی گفته بود تنها در صورت حضورش در 4 محال بختیاری مورد استقبال قرار میگیره به ایل بختیاری پناهنده شد و تا سقوط کابینه سید ضیا در قلعه دزک مهمان ماند.
پس از سقوط کابینه سید ضیا، احمد قوام به نخست وزیری رسید و مصدق با 2 شرط حاضر شد که پست وزارت مالیه رو به عهده بگیره. اول ایجاد 2 کمیسیون نظارت بر فعالیت‌های وزارتخانه و دیگری درخواست فرصتی 3 ماهه برای تغییر قوانین وزارت مالیه بود. مخالفت افرادی همچون سلیمان میرزا اسکندری که رهبری جناح اقلیت مجلس را بر عهده داشت باعث شد که 2 درخواست مصدق به صورت کامل برآورده نشند، ولی در عوض مجلس یک مهلت 3 ماهه به اون داد تا بتونه اصلاحات مورد نظر خودش رو به صورت نظامنامه‌های آزمایشی تدوین کنه. دوران وزارت مصدق با انحلال دولت قوام و روی کار اومدن دوباره مشیرالدوله در اواخر دی‌ماه 1300 به پایان رسید. با بالا گرفتن فتنه سردار عشایر حاج علیلو و در نظر گرفتن سابقه اون در منظم ساختن فارس، مشیرالدوله والیگری آذربایجان رو به او سپرد. مصدق فتنه رو سرکوب کرد و اوضاع تبریز رو به سامان رساند، اما هنگامی که برخلاف توافق اولیه رضاخان با او فرمانده قشون از دستوراتش سرپیچی کرد، از این پست نیز استعفا داد. مصدق از همان ابتدای کار با رضاخان سر ناسازگاری داشت. در جریان ماده واحده 2 فوریتی انقراض سلطنت قاجار و خلع احمدشاه، اون یکی از 5 نفر مخالفی بود که در برابر 80 رأی موافق به همراه مدرس و ملک الشعراء بهار ایستاد. نطقی که وی در مخالفت شاهی رضاخان میلاد کرد در نوع خودش جالبه. اگر شما می‌خواهید که رئیس الوزراء شاه بشود با مسئولیت، این ارتجاع است و در دنیا هیچ سابقه ندارد که در مملکت مشروطه پادشاه مسئول باشد و اگر شاه بشوند بدون مسئولیت، این خیانت به مملکت است. برای اینکه یک شخص محترم و یک وجود مؤثری که امروز این امنیت و آسایش را برای ما درست کرده و این صورت را امروز به مملکت داده است برود بی اثر شود، هیچ معلوم نیست کی به جای او می آید. او همچنین پیشنهاد نخست وزیری رضا شاه را نیز رد کرد، زیرا عقیده داشت که از نظر شاه خود او هیچ اهمیتی ندارد و فقط می‌خواهد ثابت کند که مصدق آدم دورویی است. مصدق همچنین در جلسه رأی اعتماد به کابینه مستوفی الممالک به حضور حسن وثوق و محمد علی فروغی اعتراض کرد و حتی خواستار محاکمه وثوق به دلیل خیانت به کشور در ماجرای قرارداد 1919 شد و وثوق در پاسخ مصدق را فردی عوام فریب خواند که در سیاست مبتدی است و باید نزد او شاگردی کند. در اثر همین مخالفت‌ها مصدق از 1307 تا 1319 خانه‌نشین شد و به اداره املاک خود در روستای احمدآباد و تولیت بیمارستان نجمیه که توسط مادرش وقف شده بود مشغول گردید. سرانجام در شهریور 1320 با ورود ارتش‌های شوروی و بریتانیا به ایران، اشغال کشور و اجبار رضا شاه به استعفا و خروج از ایران، اوضاع سیاسی تغییر کرد. همه محکومان سیاسی آزاد شدند. حکم آزادی مصدق هم رسید، اما او تصمیم گرفت که همچنان در احمدآباد بماند و در سیاست مداخله نکند. ممنونم که تا انتها با من همراه بودید. در ویدیوی بعدی به نقش مصدق در دوران پهلوی دوم میپردازم و خوشحال میشم که نظرات خودتون رو برای من بنویسید تا به بهتر شدن کار من و تیمم کمک کنید.